که تیکه‌ای دارید موها خورد کوتاه شده، به این روش بابلیس رو انجام بدید خیلی بهتره. ببینید اینو میذارم، الان میخوام به این سمت بپیچم، پس بابلیس رو اینجا میذارم. اینو که گذاشتم این لبش رو میبندم. خب دستم حرکت میکنه، میام پایین، به اینجا که رسیدم دوباره میچرخم میرم بالا. برای اینکه دوباره بخوام حرکت کنم بیام پایین، اگر دیدید اینجا بابلیستون حرکت نمیکنه با این انباره بازی کنید. ببینید اینجوری آروم آروم با این بازی میکنم، یهو خیلی باز نکنید که در بره. الان ببینید چقدر بهتر موها رو میگیره، کامل مو خوردا میچسبه به موی اصلی. پس اگر که یک مویی داشتم خیلی آسیب دیده بود، موهایی که تیکه‌ای و خورد کوتاه شده بود، بهترین زیرساز این مدل بابلیس پیچیدنه. بعد اینکه خوب حرارت دادم بابلیسم رو در میارم. الان ببینید چقدر فری یک دستری داریم نسبت به اون طرف. من برای اینکه سرعت کارمون بیشتر باشه الان فقط دارم موها رو فر میکنم و هر زمانی که بخوام شینیونم رو بزنم تو قسمتایی که نیاز دارم به ریشه پوش میدم. ولی این زیرساز رو میتونید با پوش همزمان انجام بدید که راحت بتونید به همه جا سنجاق بزنید. حالا اگه بخوایم سرعتی ترش بکنیم به این روشی که الان دارم میزنم انجام میدیم. این موها رو 3 تا دسته میکنم. دسته وسط فرقی نداره به کدوم طرف باشه. تو زاویه 90 درجه اول بهش اسپری میزنم، تو همین زاویه خوب موها رو شونه میکنم. موقع شونه کشی انگشت شستم زیر شونه و مو قرار میده که از اون طرف هم پرزار رو بچسبونم تا آخرش. خب حالا بابلیس رو میذارم و به همون روش موها رو بابلیس میکنم. اگر خوب به موها حرارت ندین شاید در لحظه اول ببینید که موها فر شد ولی موندگاریش کمه. حتما باید بذارید قشنگ این حرارت روی مو بشینه. اگر بخوام این کار رو باز هم سرعتی تر انجام بدم میتونم اول تقسیم بندی اون شینیونی که میخوام بزنم رو انجام بدم، جاهایی که قرار تو کش بسته بشه رو ببندم، مابقی موها رو به این روش فر کنم. اینم سرعت کارتون رو بیشتر میکنه. دوباره لایه لایه موها رو جدا میکنم. حالا الان باز هم من 3 تا دسته دارم. دسته زیری لایه وسط رو به این طرف فر کردم، بهتره تو لایه بالایی به این سمت فر کنم برای اینکه اون تعادل بین مو برقرار شه. بابلیس هم از بالا میاد که این موها به این طرف بپیچه. یکی دیگه از راه‌هایی که باعث میشه فراتون موندگاری بیشتری داشته باشه اینه که بعد اینکه از تو بابلیس در آوردید تو همین حالت بهش یه گیر فلزی بزنید بذارید خنک شه. اینجوری دوام فراتون خیلی بیشتر میشه. الان اون مدل پیچی که آموزش دیدید همونو اگر بیاید با زیرساز این فرای درشت بزنید پیچاتون خیلی خوشحال‌تر میشه. هم کارتون رو راحت‌تر میکنه هم پیچای خوشگل‌تری دارید. این بار دوباره اینو از پایین میذارم و به این سمت میپیچم. حالا اینجا اگر اسپری رو از نزدیک بزنید و موها خیس بشه این به این راحتی دور بابلیس حرکت نمیکنه، موهاتون میچسبه.
آروم آروم میام که این ته مو رو خوب بگیرم. توی این قسمت اگر موهاتون خیلی پرزدار و آسیب دیده بود میتونید به عنوان اسپری قبل از کاسپین سبز استفاده بکنید. اگرم خیلی نرم و نازک بود هم میتونید از اسپری فیکس کم استفاده بکنید، هم میتونید از اسپری حجم دهنده استفاده کنید. اگرم قد موهاتون خیلی بلند بود، اینجا مثلا نمیتونید هی بیایید دورش بچرخونید، توی این قسمت اینو از سر بابلیس رد میکنید، دوباره دنباله موها رو به همین روش ادامه میدید. الان چون قد موهای من کوتاهه من میتونم یه ذره خمر رو دورش بپیچم. یه وقتایی مثلا موهاتون بلنده، موهاتون خیلی سنگینه، نمی اگرم بخوایم توی قسمت جلوی موهامون، قسمت بغلای سر پفدارتر بشه، به زاویه دستم نگاه کنید. به جای اینکه موها رو بیارم اینجا بابلیس رو بذارم روش که پفش رو بخوابونه، بابلیسم رو از داخل میذارم، به همون جهت میپیچم ولی جای بابلیسم میشه اینجا. با این حرکت من تو قسمت ریشه به موهام حجم میدم. پس اگر موهای کم حجمی داشتم به این روش میپیچم، اگه موهای خیلی پری داشتم میخواستم حجمش رو کنترل کنم به اون روش میپیچم. میبینید قشنگ بغل موهام حجم گرفت. مشخص میکنم کارم طبق همون چیزی که قبلا بهتون گفته بودم، طبق صورت مشتریتون مشخص میکنید شینیتون چقدر قرار رو به رو دیده شه. اگر اینقدر قرار بیاد بالا، خب پس کشتون باید بالاتر بسته شه. اگه نخواید اینقدر رو به رو دیده بشه، بیشتر پشت سر باشه، بعد توی این قسمت ها باشه، پس اینجای سرتون بعد یه مقدار شلتر بره یا جدا اینو ببندید استفاده بکنید که حین کارتون باز نشه و حتما 2-3 تا چلویز بگیرید، یه دونه بر ندارید. این موها رو میبندم. اگر
براتون راحت بود دور آخری که دارید میبندید رو اینجوری نصفه در بیارید. اگه براتون سخت بود یک بار ببندید با کش بعدی این کار رو بکنید. ببینید وقتی اینو نصفشو در میارم شکل یه بوکی به من میده. اینو تو اینجا نگهش میدارم، یه کوچولو ازش آزاد میکنم. میتونید از نیروی کنگره‌ای الان استفاده کنید. یک طرف سنجاق توی چلگیس، یک طرف توی سر. حالا الان چون من توی این قسمت پوش ندارم، اگر 1% با یه سنجاق احساس کردید که خیلی خوب محکم نشد 2 تا سنجاق بزنید و ترجیحاً سنجاقاتون از روی هم رد بشه که سنجاقا خودش هم دیگر رو محکم تر کنه. حالا از بغل خوب اینو باز میکنم و با کاسبیان سبز تو همین قسمت تمیزش میکنم. تو این سبز شیمیانا بهتره که تمیزکاری زیاد انجام ندید چون اصلا مدلش به اون پرز داشتنشه. خیلی بلند نیست. اگر خیلی موهای بلندی داشتید و ممکن بود یعنی مثلا احساس کردید آخر کار ممکنه مو اضافه بیارید، میتونید با دنباله این مو توی این قسمت مثلا یه پیچ داشته باشید. مثلا اینو بندازیدش اینجا پشت اینو پر کنید. ولی توی انقدر قد مو بهتره که تو لایه های بعدی این کار رو انجام بدیم. برای لایه بعدی دوباره میام از این قسمت یک دسته بر میدارم، من الان قسمت جلوها رو اصلا کاری بهش ندارم که بعد بیام روی قسمت های بغلم رو پر کنم. همین قدری که از این طرف مو برداشتم از سمت بعد هم موها رو جدا میکنم. با این دنبال کاری ندارم، همین وسط میمونه. از دو طرف موها رو به سمت وسط میارم. خوب موها رو شونه کشی کنید، دست به سمت بالا بیاد. کشتون باید دقیقاً زیر کش قبلی بسته بشه. زیر کش قبلی موها رو با کش میبندم. و دور آخر رو تا نصف رد میکنم. حالا اینو میچرخونم، خوب بازش میکنم. باز هم اگر خواستید یه سری خط و خطوط رو ازش جدا میکنی. هر موقع با فرمش اوکی بودی با یه سنجاق فیکسش میکنی. باز میکنم، یک طرف توی کش، یک طرف داخل. بین موهام قشنگ فاصله میندازم. موها رو باز هم خوب به سمت بالا میارم. باز هم این موها رو خوب میارم بالا. اینجا چون حجم موهام بیشتره، یعنی دنبال موهام هم در واقع توی این موها هست، دیگه نصفش رو رد نمی کنم. کامل این موها رو میبندم. و لایه آخر رو با یه پیچ میرم. حالا اگر که موهای شما کلاً یه قد موی بلند و پری بود، میتونید تمام این لایه ها رو به جای اینکه نصفش رو رد کنید کامل ببندید و بپیچونید دور کش. موها رو پوش میدم. پوشم برای اینه که اگر موی زدم مویام محکم بشه. حالا اگه بخوایم باز حجم بیشتری هم داشته باشیم، میتونیم اول پودر بریزیم بعد پوش بدیم.
میارم بالا، دور کشم میپیچونمش. و این مدل ها برای کسایی که موهای خیلی خورد و آسیب دیده دارن خیلی مناسب نیست. باید کسی باشه که موی سالم تری داشته باشه که پرزی که از اون موها بلند میشه پرز مرتب تر و قشنگ تری باشه. باید این مویا رو همینطور در میارم، هر جایی که دوباره نیاز داشت بهش موی میزنم. کنید ببرید لابلای کارتون. وقتی موهاتون حالت دار و آماده باشه به همین راحتی میتونید شینیونتون رو انجام بدید. و اینا رو اینجوری از پشت فیکس میکنم. این چیدمان ها کاملا سلیقه‌ای. مثلا الان دوباره این لایه میتونه از این وسط باز بمونه اگه بخواید کارتون شلوغ تر بشه. سنجاقم رو باز میکنم، این موها رو دورش میپیچم، سنجاقم رو میزنم زیر کار، زیر موهام رو پوش میدم، برش میگردونم، دستم رو اینجا نگه میدارم و اینو پخشش میکنم. چون قد جلو موهام کوتاهه خیلی فرش نمی کنم، یه کوچولو فقط حالت دار باشه و تو همین حالت بهش اسپری میزنم. با اینکه این مو الان اسپری کمی داره چون همش با کش بسته شده کاملا موندگاره. و همین کار بر سمت بعد هم انجام میدم.